محمد يا سيدي بحبكم أرجو المنى فعظيم قدرك عندنا فعظيم قدرك عندنا مهما علا لا يوصفا محمد يا سيدي بحبكم أرجو المنى فعظيم قدرك عندنا مهما علا لا يوصفا فأبى الزهراء وحبكم فرض علينا أنزلا فحبيبي أنت وأسواتي ولكل الناس سيدا شكرت الله ساجدا متواضعا رغم العنا فذكركم يا سيدي برب الناس قرنا يكفيك فخرا سيدي أن الإله با زلزله اول اتفاق افتاد همه چپه شد همه این منطقه که ما دیدیم تا چیش میگیریم کردم همین قریش و چند خانه هست که چه بچه خونه برای نه گرد که خونه خیلی یعنی بعد 50 که از اول که ما بیامدیم 14 15 سال میشیم. برادران و خواهران مؤمن و مسلمان من، این مصیبت و این مشکلاتی که سر مردمان ولایت هرات آمد، خصوصا مردمان ولسوالی زندجان ولایت هرات، بالاخره از دیروز تا به الحال در سعی تلاش و کوشش بودیم. حتی دیشب هم در همین موقعیت ما حضور داشتیم. بالاخره دیگر عده‌ای از خود کسایی که زنده بودن یا بالاخره یک کسایی که در زیر خاک گیر مانده بودن، دیگر یک حد و اندازه بالاخره توانستیم نجات برای این مردمان، راه نجات برای این مردمان فراهم بکنیم. تقریبا در حدود 40 تا از کارگران از داخل شهر ولایت هرات در اینجا انتقال دادیم تا اینکه همین قسمت ها رو در موقعیت هایی که خانه بوده چپه شده، بالاخره مخروبه شده، زیر اونها رو بالا بکنیم، مال و اموال این مردمان رو بالاخره از زیر خاک ها بالاخره بیرون بیاوریم. دیگر بالاخره اگر 3 4 تا اگر 5 تا جسد اگر بر ما بالاخره فراهم شد، 1 2 تا 3 تا از زنهایی بود، بالاخره 1 2 تا از کودکای بود، بالاخره اینها اجسادشان از داخل خود خاک‌ها، از زیر خاک‌ها اینها پیدا شد. بالاخره مردمان شلوغ کردن، نتوانستیم که ما در اون موقعیت حتی تصویر بگیریم. دیگر در همون اثنا اونها رو انتقال دادن بالاخره، و مردمانی که از زیر خود خاک‌ها اینها نجات پیدا کردن، زنده ماندن، الحمدلله وضعیت صحیشان هم خوب می باشه و ما خود ما در خود شفاخانه ولایت هرات هم رفتیم، از اونجا هم خبرگیر شدیم. دیگر ان شاء الله تعالی و یک مسئله مانده که به خیر تعالی همین مردمانی که از اینها بازمانده هستن و انتقال در قریه دیگر دادن و از این مسئله است که این مردمان نیاز به جمپر، نیاز به کاپشن، نیاز به کفش، نیاز به کمپل، نیاز به خوراک و پوشاک، همه چیز دارن. واقعیت اگر فرصت خیر را میخواستید که بر خود مساعد بکنید، فرصت خیر است، فرصت سعادت است بر شما. الحمدلله که از همین کمکای شما، همین مردمانی که بالاخره هنگام صبح وقت بود، یک پیرزن آمد در همینجا به سر صورتش میزد که میگه خانواده فامیل من کجاست. الله پاک عواقب ما و شما رو بخیر کنه. همه ما و شما از این دنیا میریم. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس چشنده مرگ است، چه در زلزله باشه، چه در موتر باشه، بالاخره چی در رخت خود، چی در تخت خواب باشه، در هر صورتی که باشه، بالاخره همه ما و شما در زیر گور و در اون تاریکی قبر و در اون تنگی قبر قرار میگیریم. بالاخره سخت است. ما از دیروز ساعت 10 صبح که آمدیم تا به الحال یقین داشته باشید فرصت فقط بر ما 1 ساعت دیشب مساعد بود که ما توانستیم سر خود را بگذاریم در زیر خیمه. بالاخره دیگر فرصت استراحت نبود.
فرصتی بود که کمک بتوانیم برای این مردمان بی بضاعت فقیری که در زیر این خاک ها بند ماندن. بالاخره حد و اندازه‌ای که همو 40 تا کارگر رو از شهر انتقال دادیم تا اینکه با بیل و با کلنگ و غیره آمدن در همینجا بالاخره مصروف کار شدن تا اینکه همین مردمان رو از زیر از این خاک ها نجات بدن. باز هم جای شکریت و فضل احسان الهی است. الحمدلله در همه حال شکر، الحمدلله شکر. اما مکرر تکرار میکنم برادر و خواهر مؤمن مسلمانمان که امید کمک و آرزوی کمک الحمدلله دارد، ان شاء الله تعالی دریغ نکند به خیر تعالی. خیر ببینید، تشکر میکنم، سلامت باشید ان شاء الله.